دوستان عزیز به شیراز خیلی خوش اومدین. بنده تور لیدر شما هستم. امروز قرار با هم بریم اینجا رو ببینیم. فقط حواستون باشه هر 5 متر صد آشغال است. آشغال نریزین. سگ تو روات همین الان گفتم. یادت من به تو گفتم این سفری آپشن ویژه داره. منظورم همین آب سرد کنید. آب سرد کنه دیگه همه جا پیدا میشه. چه ویژگیه؟ آقای محترم این داخل ارگن تاریخی ان. از این بخور بعد روکو. این هم یه حموم تاریخی و تمیز. این هم یه مسافر گوسه بیشور. بیا بیرون. خب اینجا که شما دارین میبینید لوسون مدت بردادی بیرونا. من دارم توضیح میدم. خب دوستان اینجا هم بخش مجسمه است. اینجا همه چیز خدمت داره و با ارزشن. خواهش میکنم آروم قدم بردارین، دست به چیزی هم نزنید. مامانی 3 ظرفه که تو خونه داریم. بدبخت شدم گند به تاریخ. خب پشت سر ما دارین کریم خان زن رو مشاهده میکنین که به شدت عصبیه و داره میگه سگ تو رو دشمنم، میخوام همتون رو پاره کنم. دقیقاً همین حسو مناسبت الان به شما دارم. دوست دارم همتون رو پاره کنم که جای تاریخی آوردم احترام نمیذارین. کلا بردم تو ما نگفتی میریم جای تاریخی بالا شهر تاریخی عکس میگیریم. بله خب بیا اینا بگیر یکی از خان بگیر عملت. خب بچه‌ها اینجا هم یه نیمکت تاریخی می‌بینیم با یه آدم عتیقه. داخل یه جلسه کریم خان. آقا ببخشید یه لحظه، او قلیونی که اونجا گذاشته ما نمیتونیم بریم بکشیمش. راست میگی؟ قلیونو برام بکشم؟ چرا آنتیک مردک آدم به بزرگی اسمش تریلین کشیده بعد تو نگبت خبی قلیونش بکشی. آقا تعطیل اصلا برین سر. خب معماری اینجا دقیقاً از خونه مانن. چه؟ تو خود تور کسی اومدی هنو قصد دامن نرختی چوت رسی با او پیلکو همچین معمار داخل خونه در بری. من داری چه میکنی؟ اوش کیه؟ ابو هم کار داشت. بو داری چه میکنی اونجا؟ بو حساب که تا یه قلمه این نارنج اینجا بگیرم برام تو یاد خونمون بکارم. بیا سر این مکان تاریخی که خیر ببینی. بیا کشور صفر آخر تا صفر بعدیت باشه. بیا بیرون. میگم حاجی زنه بچت کو؟ به چند بستنی خورده بردنش تو حمام تاریخی دهنش بشورن. یعنی خدا از همتون نگذره. نفرین بر شما چه غلطی که شما آوردم اینجا. آقا امروز نهار چه بخوریم؟ آزار به تو آزار میدم. سگ تو رومو که شما آوردم اینجا. قدر فضا تاریخی نمیفهمین. هیچ نی.